أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی که درس ما امروز شخص هایی که حامله هستند یا که کودک شیرخواره دارند اگر آنها روزه نگیرند با سبب این را برای شما چگونه روزه قضایی را میگیرند از کتاب قرآن و از سنت و از آثار صحابه و از مذهب ها برای شما بیان میکنیم. از کتاب قرآن این است که الله میگوید که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. هر کسی که در ماه رمضان بیمار است، شخصی که حامله است، او حکم بیماری را دارد. یا که شخصی که کودکی شیرخواره دارد، او نیز تا اینکه کودکش از شیرخورگی برآید، او نیز حکم بیمار را میگیرد. اصلا شخصی که حامله است یا که کودکی شیرخواره دارد، یعنی او میتواند روزه داشتن، اما زنهایی هستند که آنها با سبب ضعیفیشان نمیتوانند که روزه بگیرند. بنابراین الله میگوید و من کان مریضا، هر کسی که مریض است او که در سفر است، فعدة من ایام اخر، دیگر روزها می‌دارد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله بر شما آسانی را میخواهد و دشواری را نمیخواهد. بنابر همین هر زنی که حامله است یا که کودکی شیرخواره دارد، امام احمد ابن حنبل و شافعی میگویند که امر قضا در قرآن بیان شده است. فعدة من ایام اخر گفته است، یعنی آنها تا اینکه حاملگیشان تولد کنند یا که کودک شیرخوارگی را از شیرخوارگی برآورند، آنها قضا می دارند. و سپس آثاری هست که ابن عمر، از عبدالله ابن عمر پرسیده شد که از زنی حامله که از کودکش وقتی که حامله است اگر روزه بگیرد به کودکش ضرر میکند، عبدالله ابن عمر گفتند که این زن روزه نمیگیرد، روزه قضاگی را نمیدارد، بلکه او به هر یک روزش برای مسکین طعام میدهد. تقریبا 1.5 کیلو برنج یا که گندم، یک نصف سا میگویند، به هر روزی که نداشته است به فقیران میپردازد. او روزه قضایی نمیگیرد. بنابر مذهبی امام احمد بن حنبل و شافعی این را جمع کردند و گفتند که او قضا میدارد، قضایش را میگیرد و هم و به مسکین ها طعام میدهد. اگر چونکه این شخص به مانند برای کودکش شده، برای کودکی شیرخواره، برای کودکی که در شکم دارد، برای به خاطر او شده روزهش را خورده است. مثلا یک شخص میگویند که یک شخص دیگر را دیده است که غرق شده است، او هم روزهش را میخورد و به دریا خودش را میافکند و او را نجات میدهد. او قضای روزهش را میدارد و به بالای این به مسکین ها طعام میدهد، چونکه به خاطر خودش روزهش را نگرفته، روزهش را نخورده است، بلکه به خاطر دیگر. اینچنین حامله و شخصی که کودک شیرخواره دارد همچنین می باشد. اما در مذهب حنفی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او شخص کودکی زنی حامله یا که زنی که کودکی شیرخواره دارد، او قضا را می دارد، قضای روزهش را، فقط قضای روزهش را می گیرد.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما در مذهب مالکی رحمت الله علیه میگویند که زنی حامله وقتی که کودک در شکم دارد، این جنین، این کودک جزء از زن می باشد، او قضا می گیرد. اما زنی که کودک شیرخواره دارد، او به خاطر کودک شیرخواره اش روزه را خورده است، او هم قضا می گیرد و هم به بالای این به مسکین طعام می دهد. این بین مذهب ها همچنان بیان شده است. یعنی این راهی، یعنی درست راجحش این است که هر شخصی که، هر زنی حامله که یا که زنی که کودک شیرخواره دارد، هم روزه قضاییش رو میگیرد و هم به مسکین ها طعام میدهد، زیرا به خاطر کودک هایشان روزهشان را خورده اند. نگفته نماند باید ما مذهب ها رو یعنی فکرهایشان رو یا دلیل هایشان رو به احترام بگیریم. شخصی که به مذهب ها اهانت میکند، تحقیر میکند و مذهب ها رو نادیده میگیرد، او بسیار اشتباه میکند. این مذهب ها یعنی پیروهای بسیاری دارند، تا این زمان بر ما آمده رسیدند. بنابر امین بر ما علم میبخشند و دلیل ها رو بر ما بیان میکنند. این مذهب ها برای آسان شدن برای مسلمانان یعنی دلیل های خود رو بر ما گفتند. بنابر امین نباید شخصی که یک مذهب رو میگیرد و دیگر مذهب رو تحقیر میکند چنین نکند، بلکه تمام مذهب ها رو احترام خواهیم باشد. اگر در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه باشد، شخصی حامله یا که زنی که کودک شیرخواره دارد، او فقط قضای روزه ماه رمضان رو میگیرد. این بود هدیه ماه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.